میخوای بهت بگم چجوری با هوش مصنوعی تو 2 تا کلیک میتونی این آدمایی که توی جاهای معروف رفتی و عکس گرفتی ولی تو عکست هستن رو حذف کنی؟ حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باش. اول از همه اپلیکیشن اسنپ ادیت رو دانلود میکنین، رایگانم هست. بعد روی گزینه ریموو پیپل میزنین، این فولدر باز میشه، عکستون رو انتخاب میکنین. اینجا من توی یه کافم که پشتم پر از آدمه. اوتو ای آی رو که میزنین خودش به صورت اتوماتیک اینا رو انتخاب میکنه و شما فقط دکمه ریموو رو میزنین و خیلی راحت میبینین که اینا رو بدون اینکه شکلتون رو خیلی تغییر بدی بده حذف کرده. بعدش هم گزینه سیو رو میزنین و سیو میشه. الان میخوام با یه دونه از عکسایی که پر از آدمه امتحان کنم. دوباره گزینه اوتو ای آی رو میزنم، خودش به صورت دیفالت اینا رو انتخاب میکنه و من ریموو رو میزنم و خیلی تمیز حذف کنه.